سلام به رفقای گل کانال پوریاوست، امیدوارم حالتون خوب باشه. آقا من قول داده بودم تمام ویدیوهای خوب مستر بیست رو براتون دوبله کنم، چه قدیمی و چه جدید. در همین راستا امروز میریم سراغ یکی از ویدیوهایی که باش معروف شد. آیا مردم حاضرن واسه $100,000 از شغلشون استعفا بدن؟ بریم بفهمیم. من جلوی رستوران وایسادم با $100,000 پول. سلام، خسته نباشی. میخواستم بپرسم حاضری واسه $100,000 کارتو ول کنی؟ نه فکر نکنم قبول کنم، آخه باید بدهیامو بدم. میتونی یه کار دیگه پیدا کنی $100,000 هم داشته باشی. رئیس هم بابتش خوشحال نمیشه. بیا ازش بپرسیم. شما ناراحت میشی اگه ایشون واسه این پول استعفا بده؟ به هیچ وجه. جدی میگی؟ من کماند مورد علاقه ولی قبول نکنی خیلی خرید. حرف آقای رئیس. خیلی خب 2 هفته استعفا میدم و برمیگردم. نمیخواد، برو ریختتو نبینم. اگه باورت نمیشه این پول واقعیه، باید بگم ما تو این ماشین $100,000 رو نقدی آوردیم. مستر بیست به خاطر تا الان میتونم از کارم استعفا بدم. خیلی خوشحالم. ما تازه شروع کردیم، هنوز $100,000 دیگه پول داریم که میخوام همه رو به چخ بدم. این دفعه بریم سراغ فروشگاه والمارت. میگم جسارتا شما کانال مستر بیست رو دیدی؟ آره. برام سوال بود که آیا حاضری واسه $10,000 از کار استعفا بدی؟ نه. خب بذار اینجوری بگم، اصلا لازم نیست استعفا بدی. این $10,000 رو میخوای؟ آره با کمال مهر. بفرمایید. زشت مجبورش کنیم استعفا بده. داری گریه میکنی؟ تازه فهمیدیم که مادر بزرگم سرطان درجه 4 داره. واقعا متاسفم. نه باش، خدا اینطوری همه چی رو درست میکنه. این نعمت حالا بزرگ. تو یه زمین فوتبال آمریکایی هستیم با 2 تا بازیکن سابق. میشه بی زحمت یه پاس بدی؟ شما $1 کاسب شدید. $1 دیگه کاسب شدید. هر بار که این توپو به هم پاس بدید $1 گیرتون میاد. ولی قضیه اینه که اگه یکیتون توپو بندازه یا توپ با زمین برخورد کنه، همه چیز از دست میدید. قشنگ میتونید تا شب کلی پول به جیب بزنید. ما بریم سراغ نفر بعدی. ما اینجا یه خونه $800,000 داریم و اینم کلیدشه. یه موزیک خفن بذار. بده بغل قاطی شو. حس میکنم زورم زیاد شده. حس میکنم تازه مرد شد. تازه نولان اگه تو بتونی کلید درست رو پیدا کنی، یعنی کلیدی که این در رو باز کنه، من کل این عمارت رو میدم به خودت. یه کلید بعد. نولان وایسا. موفق باشی. خیلی خوب. داره کلیدا رو میذاره بیرون. یه انتخاب $800,000. نولان دیگه داری لفتش میدی. تو 4 3 2 1. اوه یه جب تصمیم بعدی. اگه این کلید در رو باز کنه، خونه گیره نولان میاد. کلید زیادی بزرگه. خدای شکر. به فنا برم. حالا ما تو خدای این یکی ها قشنگ معلوم بود نمیخواد بده ها، چون شانسه تقریبا 0 بود. از بین اون همه کلید یه دونه کلید فقط بتونی انتخاب کنی، اونم شانسی. معلوم بود که نمیخواد به نولان خونه رو بده. حالا ما توی فرودگاهیم و ایشون یه خلبانه. من هواپیما میرونم. بی زحمت این کاغذ رو بگیرید و یه هواپیما باش بسازید. اگه هواپیما تا اینجا برسه $1,000 گیرش میاد. 5,000 تا و 10,000 تا. اگه تا اینجا برسه 20,000 تا کاسب میشه. اگه یه نفر تو دنیا بتونه بهترین هواپیما کاغذی دنیا رو بسازه، تویی. بنده رو به میفرمایید. نظرت میتونی 20,000 تا رو ببری؟ تمام تلاشمو میکنم. یه رقابت $20,000. رفت که بره. هی بد نبود. صبر کن ببینم کریس، نصفش بیشتر نرفته. این نصف نوک هواپیماست. خب درست شد. خیلی خوب. شما همین الان $10,000 بردی. خدا بده برکت. پیر بشی جوون. میخوای پولاتو بندازیم تو هواپیمات؟ بله قربان. بذاریدش همین پشت. حالا که پولات تو هواپیماتن، منطقی ترین کار ممکن اینه که پرواز کنی بری، مگه نه؟ وای خدای من. خب بریم بازم پول به چخ بدیم. حالا ما کنار خیابونیم و چرخمون پنچر شده و هر کی کمک کنه این چرخو عوض کنیم، ماشینو بهش میدیم. آی ما پنچر کردیم. آی عجب عوضی. خدای این پول حلالی میشه. کسی که وایسه و کمک کنه واقعا لیاقت یه جایزه رو داره. آی عجب عوضی. ایول بزن بریم، یکی اومد. ما نمیدونیم چجوری لاستیکو عوض کنیم. دلش به خدا 1 ساعت الان کنار جاده وایسادی منتظر یکیم که بیاد کمک کنه. جدی میگی؟ چند سال پیش این اتفاق برام افتاد، گفتم جبرانش کنم. واقعا آدم باحالیه. گفت ماشین خودش هم خرابه و به نظرم این بهترین انتخاب ممکنه. داداش ممنون که کمکمون کردی. اون دوربینو میبینی اونجا؟ آره. ما در واقع یه کانال یوتیوب با 50 میلیون سابسکرایبر داریم و چون کمکمون کردی ما این ماشینو میدیم به خودت. چی؟ طارق بیا اینجا. حواست باشه ماشین زیرت نگیره. در واقع ما خودمون
پنچرش کردیم و 1 ساعت منتظر موندیم تا یکی بیاد کمک. و چون شما کسی بودی که به ما کمک کردی، این سویچ خدمت شما. سر به سرم میذاری؟ جایزه کمک کردن به ما همینه مرد، بابتش ممنونی. خدای من، واقعا خوشحالم گیره کسی اومد که به دردش میخوره. من واقعا حرفی ندارم. ایشون آقای دیویدن و یه گلف باز حرفه‌ایه. داداش اگه بتونی با یه شوت گلش کنی من بهت $1,000,000 میدم. گمونم بتونم. داداش ایسکامون نکن. چند بار تلا ضربه اینجوری زدی؟ خیلی زیاد. حالا یه ضرب زدی تو صورت. نه ولی الان نمیخوام دربارش صحبت کنم. کارل 140 متر فاصله داره. خب باد یکم از سمت چپ به سمت راست میوزه. یکم هوا مرطوب و نمناکه. 15 درجه است. یکم سرده. پس توپ زیاد بلند چی نمیشه. محاسبات تا ناموس انجام داره. کم کم دارم نگران $1,000,000 میشه. وای دقیقاً داره میره اون سمتی که باید. وای خدای من. وای پشما. وای خیلی نزدیک بود. وای خدا رحم. نگاه کن چقدر نزدیکه. باورم نمیشه کمتر از 1 چندلر فاصله داشتی تا سوراخ. داداش $1,000,000 رو که نبردی، ولی اگه بتونی با یه ضربه بکنی تو سوراخ 10,000 تا بهت میدم. بندازش داخل. بابا ممنون از این فرصتی که بهم دادین. خیلی جالبه. قشنگ بعضیا رو نیت کرده که نده، مثل اون قضیه خونه و نولان، و بعضیا هم قشنگ نیت کرده که این پوله رو بده. حالا چه یارو ببره چه یارو نبره. بهم دادین. اصلا باورم نمیشه. شکری. بهتر از این نمیشه گفت. راستی حالا که بحث بردن شد، ببینیم فوتبالیستامون در چه حالن. رفقا در چه حالید؟ الان هوا تاریک شده. دیگه داره سخت تا این میشه. لحظه بچه‌ها اینقدر به هم پاس دادن. وای حاجی نگاه چقدر پول در آوردن. آقا یه چالش دیگه هم براتون دارم. اگه 10 متر از هم فاصله بگیرید و یه پاس بدید، من 5,000 تا به جایزتون اضافه. یعنی یه پرتاب $5,000، در واقع بیشتر $5,000 به اضافه پولی که تا حالا بردید. اما اگه بیافته باختید. آماده ای؟ آره منم استرس گرفتم. انداختش. باریکلا. اگه راستشو بخواید یکم واقعا. ترسیدم من. تو این کیسه زباله $5,000 پوله. یاشمون چندلر گرسنه نشه. چندلر قراره از پاپا جان سفارش بده، کریس قراره از دومینوز سفارش بده و کارلم از پیتزا هات. هر کدوم از پیتزاها که زودتر رسیدن ما به پیکش $10,000 انعام میدیم. هر کدوم از بچه هم که پیتزاش زودتر برسه من به مامانش $10,000 میدم. ایول مامانم. آقایون در این هوای زیبا پیتزا سفارش بدید. خدایی کارم خیلی خوبه. لطفاً با پیک من هیچی بفرستید. نمیخوام. لطفاً با پیک بفرستید ممنون. نه خیرم خودم میام میبرم خودم میام. نه با پیک بفرستید. یه پیتزا فرق میخواستم. میکنه چه پیتزایی بفرستیم؟ نه اگه میشه به پیک بگید خیلی عجله دارم. ممنون. چی سمی. بزن بریم. 25 دقیقه از الان شروع شد. با پیک میخواستم. این کارا واسه چیه داداش؟ بس کنید دیگه. با پیک بفرستید و اینکه نمیتونم این کارو بکنم. اصلا میرم از برنامه‌اش سفارش میدم. ثبت سفارش جدید. پیک بدون سس گوجه فرنگی، بدون پنیر، فقط نون. بابا فرقی نداره، هر چی بهت دادن بگیر. چرا انتخاب میکنی؟ به خودم بودم میگفتم آقا سریع ترین پیتزا و ساده ترین پیتزاتون رو بدیم بیاد. فرنگی بدون پنیر، فقط نون. پیتزای نون. نوشته صبر کنین پیتزا درست به نظر نمیاد. یه سفارش از شما ثبت شده. برامون سوال شد که پیتزای سر همیه بدون سس و پنیر می‌خواستیم. زنگ زدیم مطمئن بشیم که فقط یه تیکه خمیر می‌خواید. پیتزای نون بله. عذر می‌خوام این صدای چیه؟ این دومینوی محلمونه که حسابم بهش وصله. بعد از این دیگه نمیذارن چیزی تو دومینو سفارش بدم. کارم دیگه تمومه. عمر بهم پیام داده 9 دقیقه دیگه سفارشم میرسه. میخواستم وضعیت سفارش ما بفهمم. خیلی گرسنمه. جناب پیکمون تو راهه. عالیه ممنون. میتونید بهش بگید دیگه نه چون خیلی شب دیره. بخیر بوس. عمر جان کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ 3 دقیقه فقط 3 دقیقه دیگه مونده برسه. هی جیمی. عمر وارد منطقه شده داره به موقعیت نزدیک میشه. نزدیک چه دیکی؟ پیک تو چی شد؟ پی چه کی؟ عمر جونم با کوله بارش اومد. نه ممنون نیایین ور سلام مال عمر. خودت. چطوری؟ سلام. بیا تو بادو. بیا داخل بیا. آقا من عاشق ویدیوهاتونم. جدی؟ ما از پیتزا فروشی پاپا جانز، پیتزا هات و دومینوز سفارش داریم. و چون شما اولین کسی بودی که پیتزا آوردی، این 10,000 تا خدمتت. خیال بابا. آره پیتزای نون. پیتزای نون. ولی خدای هوشمندانه بود، یعنی یه جورایی گفت مثلا نون خالی واسم بفرستید، فقط بفرستید. پیتزای نون. پیتزای نون. وای خدای من خیلی ازتون ممنونم. جونت داداش. وای پسر پیتزا چطوره؟ بذار امتحانش کنم. پیتزا هات رسید.
سلام خیلی ممنون. سلام. من پیک دومینا هم میخوام انامو با تقسیم کنم. $100. خدای من جدی. برو حالشو ببر. خیلی ممنون. حاجی خاک تو سرت با این سفارش دادن پیکت اصلا معلوم نیست کجاست. تو انقدر بدشانسی که ملت فکر میکنن همه ویدیوهای ما فیکه. این داداشمون عمر یه کاری کرد $10,000 ببرید. بابت $10,000 ممنون عمر. نه عجیبی هم بابا. تشکر من کن. ازت ممنونم. عاشقتیم مامان فعلا. این چالش بعدی خیلی باحاله. ایشون چده یک فوتبالیست حرفه‌ای. سلام چطوری بچه؟ داداش شنیدم خیلی کار درستی. اگه بتونی این توپو بزنی تو اون گله بهت $1,000 میدم. کریس بله. برو تو دروازه. خب چت حاضر این $1,000 تو در ازای $5,000 ریسک کنی ولی این بار کریس تو دروازه باشه؟ من بودم انجامش میدادم. آره ریسک کن. آره البته. یه گل $5,000 خاک تو سرت با این دروازه بانی. اصلا عشق میکنم پولاتو آروم کنم. کارم کار همینه. تو هم برو تو دروازه. آقا بریم واسه 2 برابر این پول. بریم تو کارش. اگه مرد. یا نتونی دوباره بعد یا چی هیچی. نمیاده. یه گل $12,000 برو تو کارش. ایوه کارل مگه واسه مشکل داری؟ چرا این کارو کردی؟ میخواستم نمیتونستم جا خالی خیلی بدم. اسکالی. ببخشید تقصیر من نیست. دوباره ویدیو رو نشون بده. بله کارل پولی که میتونستی بگیری و ازت دزدید. با عرض شرمندگی من باید برم خونه کار دارم. شرمنده دیگه. در چه حالید آقایون؟ تا الان انقدر پول درآوردن و بیا یه جور خوبی بازی رو تمام کنیم. حالا چرا انقدر بابا جمع کنید دیگه بسی. خیلی ریسکش میره بالا شما خسته بشید از دستتون بیفته. هر چی زحمت کشید به فنا میره. حالا چرا انقدر جدی دارید بازی میکنید؟ بچه حاضرید واسه 2 برابر این پول ریسک کنید؟ نه بذار لااقل پیشنهادمو بدم. ما اینجا $17,000 پول داریم. اگه بتونید یه پاس از فاصله 30 متری بدید نفری $17,000 گیرتون میاد. نترسید فاصلهشون قدم زیاد نیست. یه پاس از فاصله 30 متری اگه بتونه بگیرتش نفری $17,000 بهتون میدم. مثلا سگ تو ضرر میخواید نفری 20,000 تاش کنم که خیرشو ببینیم. نظرت چیه گریف؟ اگه به نظرت میتونی انجامش بدی من پایتم. تو آره یا نشو بگو به من. آره. باریکلا. بودن یا نبودن میتونه این پاسو بگیره یا نه؟ این مهمترین پاسیه که تو عمرت میتونی بدی. رفقا شما $40,000 بردید. نظرتون چیه؟ دارم میلرزم. آره حق داری. من دیگه غلط میکنم از این غلطو بکنم. چیه هویی تموم شد. خب رفقا مرسی که تا آخر ویدیو با من بودید. امیدوارم لذت برده باشید. عشق منید به خدا. راستی یادتون نره یه سر به وبسایت ما وست مدیا بزنید. دوبله های جدید و خفن داریم. قرعه کشی شکلاتای فیستبلز مستر بیست داریم. 50 میلیون پول نقد جایزه میدیم. لینک سایت زیر ویدیو هست. دمتون گرم و تو ویدیوهای بعدی میبینمتون.